توپ را به دروازه دسته استقلال. بازیگری رقمی 21 جوزف اکرمانیزه. دوستان عزیز، اینک وقت اساسی بازی میانی دسته های استقلال و روشن به انجام رسید. مساوی 1-1 و اینک سلسله جریمه های 11 متره. و دوستان عزیز، از همه شما خواهش میکنیم اگر خواهید که در فینالی امروزه به یگان مکافات دست یابید، مرحمت کوپن ها رو خریداری کنید. بعد از مراسم جایزه سپاری بازی لاتاری برگزار می شود. بهترین و قیمتترین تحفه ها گذاشته شدن. منه автомобиль کمیه автомобиль و جایزه های دیگر قیمت بها شما را انتظار است. کوپن ها
Gel Suram şu. دوستان عزیز، اینک بازی فینالی جام تاجیکستان میان دسته های استقلال. اجازه دید از نام تمام مخلصان شهر کلوب با مهمانانی که از دور و نزدیک آمدن خیر و مقدم گویم. نور دیده تاج سر و اینچنین از نام کل مردم کلوب شهر باستانی و پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و راهبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان مخصوصا رستم امام علی برای برگزار کردن چنین چاره‌بینی و دستگیری کردن سوای ورزش منتداری کل مردم کلوب شهر باستانی را رسانم. خوش آمدین مهمانان عزیز با نور دیده تاج سر و اینچنین با دسته غالب برای موفقیت‌های آیندهشان بردباری‌ها خواهانیم. Ravşan! 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 وقت نمیره ببرا بوار که سروش کو بله ایام گناه شده بخشه جام بخشیدن Stop!